لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سمیعا علیما. خداوند دوست ندارد که کسی به گناه آشکارا دیگری را به بدی یاد کند مگر شخصی که به او ستم شده باشد و خداوند شنوا و داناست. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ولی عمل نیکو را خواه آشکار سازید یا آن را پنهان کنید یا از بدی ها گذشت نمایید، بیگمان خداوند عفو کننده تواناست. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. بیگمان آنانی که از خدا و پیامبران او انکار می‌ورزند و می‌خواهند بین خدا و پیامبران او به جدایی قائل شوند و میگویند ما به بعضی ایمان داریم و از برخی دیگر منکر هستیم و می‌خواهند راهی را در وسط این دو راه بگیرند. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهینا. هم ایشانند کافران واقعی و ما برای کافران عذاب رسوا کننده آماده کردیم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. و برای کسانی که به خداوند و پیامبران او ایمان دارند و در بین هیچ یک از پیامبران فرق نمیگذارند، خداوند به زودی پاداششان را میدهد. خداوند آمرزگار و مهربان است. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا. اهل کتاب از تو میخواهند تا برای ایشان کتابی از آسمان به یک بارگی فروداری. واقعا ایشان از موسی خواهان معجزه از این هم بزرگتر شده گفتند خداوند را به گناه آشکار به ما بنمایان. پس ایشان را به سبب این ستمشان سایقه گرفت. بعد از آن که برایشان معجزه های روشن آمده بود گوساله را به خدایی گرفتند. با این هم از این گناه آنها را عفو کردیم و به موسی غلبه آشکاری دادیم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غلیظا. و برای گرفتن عهدشان کوه طور را بر سرشان بالا کردیم و باری به ایشان گفتیم به دروازه با فروتنی درآیید و باری دیگر به ایشان گفتیم در روز شنبه تجاوز نورزید و از ایشان پیمان استوار و جدی گرفتیم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
ایشان به سبب شکستن پیمان استوار خیش و انکار خیش از آیات خدا و کشتن پیامبران به ناحق و این گفته ایشان دلهای ما غلاف است، بلکه خداوند بر دلهایشان به سبب کفرشان مهر نهاد. از این رو جز عده کمی از ایشان ایمان نمی آورند. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. و نیز به سبب کفرشان و تهمت بزرگی که بر مریم گفتند. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. و گفته ایشان که ما بدون شک مسیح پسر مریم پیامبر خدا را کشتیم، در حالی که ایشان هرگز او را نکشتند و نه هم او را به دار زدند، بلکه بر ایشان امر مشتبه شد. و حقا کسانی که درباره او اختلاف ورزیده اند از آن در شکند که در زمینه هرگز علمی ندارند مگر پیروی گمان و به یقین او را نکشتند. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. وَإِن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. و واقعا از اهل کتاب هیچ کس نیست مگر اینکه به او پیش از مرگش ایمان می آورد و او در روز رستاخیز بر ایشان گواه می باشد. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. پس به سبب این هم از ظلم یهودیان ما بر ایشان چیزهای پاکیزه را که به ایشان حلال گردانیده شده بود حرام ساختیم و به سببی که ایشان تعداد بسیاری را از راه خدا منع می کردند. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. و به سبب سودخواری ایشان در حالی که از آن منع شده بودند و به سبب اینکه ایشان مال مردم را به ناحق می‌خوردند ما برای آن عده ایشان که کافر شدند عذاب دردناک را آماده ساختیم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. مگر کسانی از ایشان که از علم استوار برخوردارند و مؤمنان به آنچه به تو فرستاده شده و آنچه پیش از تو فرستاده شده بود ایمان دارند و آنهایی که نماز را به تمام و کمال ادا می کنند و زکات را می پردازند و به خدا و روز آخرت ایمان دارند و ایشان به زودی پاداش بزرگ می دهیم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون
وآتينا داود زبورا. اکا که ما به سوی تو وحی فرستادیم، طوری که به سوی نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و به سوی ابراهیم، اسحاق، یعقوب و اولاده وی و به عیسی، ایوب، یونس، هارون و سلیمان وحی فرستادیم و به داود زبور را دادیم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكلیما. پیامبرانی که پیش از این برای تو داستانشان را گفتیم و پیامبرانی که داستانشان را به تو نگفته ایم و خداوند با موسی سخن زد. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. پیامبرانی هم مژدگانی دهنده هم بیم دهنده تا برای مردم بعد از ارسال پیامبران دلیل بر خداوند نباشد و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. مگر خداوند گواهی می دهد بر اینکه آنچه را به سوی تو فرو فرستاده آن را به علم خود نازل کرده است و فرشتگان نیز گواهی می دهند و خداوند برای گواهی بسنده است. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. حقا آنهایی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند بدون شک به گمراهی دور و درازی گرفتار شدند. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. واقعا آنهایی که کافر شدند و ستم نمودند هرگز خداوند آنها را نمی آمرزد و نه هم ایشان را بر راه هدایت می کند. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. مگر به راه دوزخ که در آنجا برای همیشه به سر میبرند و این کار برای خداوند آسان است. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ای مردم، بیگمان پیامبر برای شما به راستی از جانب پروردگار شما آمده است، پس به او ایمان بیاورید. این کار برای شما خیر است. اما اگر کافر شوید پس بیگمان آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و خداوند دانا و با حکمت است. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما
وكفى بالله وكیلا. ای اهل کتاب، در دین خود غلو یعنی افراط مکنید و در شان خدا جز حق چیزی دیگر مگویید. واقعیت امر این است که مسیح پسر مریم پیامبر خدا و کلمه اوست که او را به مریم القا کرده و روح است از او. پس به خداوند و پیامبران او ایمان آورید و مگویید که خدا سه است. از این خودداری کنید به خیر شماست. بیگمان خداوند خدای یکتاست، پاک است از این که او را فرزندی باشد. هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و خداوند در کارسازی بسنده است. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. عیسی از این که بنده خدا باشد سرپیچی نداشت و نه هم فرشتگان مقرب از این سرپیچی دارند و هر کی از بندگی خدا سرپیچی کند و سرکشی نماید پس خداوند همه ایشان را به زودی به سوی خود جمع می کند. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. و کسانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند پس خداوند مزدشان را کامل می دهد و به ایشان از فضل خود می افزاید. اما کسانی که سرپیچی کردند و سرکشی ورزیدند پس خداوند ایشان را به عذاب دردناک مجازات می کند و جز خدا برای خود حامی و مددگاری نمی یابند. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ای مردم، به تحقیق به شما حجتی از جانب پروردگار شما آمده است و به سوی شما روشنایی آشکاری را فرستادیم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. پس آنانی که به خداوند ایمان آوردند و به کتاب او چنگ زدند به زودی خداوند ایشان را مشمول مرحمتی از جانب خویش و مهربانی می سازد و ایشان را به سوی خود به راه راست هدایت می کند. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. از تو فتوا می خواهم بگوی خداوند به شما درباره کلالت چنین حکم می کند: اگر مردی بمیرد و از خود فرزند باقی نگذارد و صرف از او خواهری بماند برای او نیمه میراث است و او یعنی برادر از خواهر خیش ارث میبرد اگر از آن یعنی خواهر فرزندی نمانده باشد.
اگر دو خواهر باشند ایشان 2/3 میراث را مشترکاً میگیرند. اگر برادران و خواهرانی باشند مرد 2 برابر حصه زن را میگیرد و بدین ترتیب خداوند به شما احکام میراث را روشن میسازد تا گمراه نشوید و خداوند به همه چیزها داناست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان الله یحکم ما یرید. برای شما گوشت تمام حیوانات 4 پا حلال گردانیده شده است مگر آنچه با شما خوانده می شود. اما هنگامی که در حرم یا در لباس احرام هستید شکار حیوانات بر شما حرام است و تحقیق خداوند آنچه بخواهد حکم می کند. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ای مؤمنان با شعائر خدا بی حرمتی مکنید و نه هم به ماه حرام نه به هدی و نه هم به حیوانات دارای قلاده و نه هم به آنهایی که قصد بیت الحرام کرده اند تا فضل و خوشنودی پروردگار خود را بجویند. و هنگامی که از حرم و لباس احرام بیرون شدید شکار کرده می توانید. دشمنی گروهی که شما را از مسجد الحرام باز داشته اند شما را بر آن ندارد که تجاوز کنید و در نیکوکاری و پرهیزگاری یکدیگر را کمک کنید و در گناه و ظلم کمک ننمایید. از خدا بترسید و تحقیق که خداوند سخت عذاب کننده است. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بر شما گوشت حیوان خود مرده، خون، گوشت خوک و آنچه را در وقت ذبح نام غیر خدا بر آن گرفته شود و آنچه به اثر خفه کردن مرده باشد یا به اثر ضربه شدید یا به اثر سرنگون شدن از جای بلند کشته شده باشد یا به اثر شاخ زدن حیوان دیگر مرده باشد و آنچه را حیوان درنده خورده باشد حرام گردانیده شده است.
مگر آنکه آن را ذبح کرده باشید و نیز آنچه بر سنگ‌های نصب شده برای قربانی بتان ذبح کرده می شود و آنچه را به وسیله تیرهای بخت آزمایی تقسیم می کنید، هر یک از این اعمال فسق است. امروز کافران از بازگشت شما از دین شما مایوس شدند، لذا از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز برای شما دین شما را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را برای شما به حیث دین برگزیدم. اما اگر به اثر گرسنگی شدید ناچار شوید، در حالی که تمایل به انجام گناه نداشته باشید، پس خداوند بدون شک آمرزگار و مهربان است. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سریع الحساب. از تو میپرسند برایشان چه چیز حلال شده است؟ بگو برای شما هر چیز خوب و پاکیزه حلال شده است و آنچه را به حیوانات تربیت شده شکاری خود آموخته اید از آنچه خداوند به شما آموخته است. پس هر چیزی را که آنها برای شما میگیرند بخورید و نام خدا را بر آن یاد کنید و از خداوند بترسید، به تحقیق که خداوند در حساب گرفتن سریع است. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. امروز همه چیزهای خوب و پاکیزه برای شما حلال شد و طعام اهل کتاب برای شما حلال است و طعام شما برای ایشان حلال است. نکاح زنان پاکدامن مسلمان و زنان پاکدامن اهل کتاب پیشین برای شما حلال است، در صورتی که با ایشان مهر مقرره ایشان را بدهید. پاکدامن باشید، مرتکب فحشا نشوید و به صورت پنهانی رابطه نامشروع جنسی برقرار ننمایید و کسی که از چیزهایی که باید به آن ایمان آورده شود منکر گردد، بیگمان عمل او هبطه گردیده است و در آخرت از زیانکاران است. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم
که برای نماز آمادگی میگیرید روها و دستهای خود را تا آرنجها بشویید، سر خود را مسح کنید و پاهای خود را تا شتالین ها بشویید. اگر جنوب باشید خود را خوب پاک کنید، یعنی غسل کنید. اما اگر مریض یا به سفر باشید یا کسی از شما از قضای حاجت بیاید یا به زنان نزدیک شده باشید و آب نیابید، پس قصد خاک پاک کنید، یعنی تیمم نمایید و با آن روها و دستهای خود را مسح کنید. خداوند نمی خواهد به شما حرجی عاید کند، بلکه می خواهد تا شما را پاک گرداند و نعمت خود را بر شما کامل گرداند تا باشد که سپاسگزار شوید. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. نعمت خدا را بر خود به یاد دارید و نیز پیمان استواری را که شما را به آن متعهد ساخته است. آنگاه که گفتید شنیدیم و فرمان بردیم، از خدا بترسید، حقا که خداوند به درون سینه ها آگاه است. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ای مؤمنان، در راه خدا استوار باشید، به عدالت گواهی دهید. دشمنی دیگران شما را بر آن ندارد که از عدالت عدول ورزید. عدالت ورزید، این به پرهیزگاری نزدیکتر است. از خدا بترسید، حقا که خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. خداوند به کسانی که ایمان آوردند و عمل نیکو کردند وعده کرده است که برایشان آمرزش است و مزد بزرگ. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم. آنانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند همین هایند اهل دوزخ. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ای مؤمنان، نعمت خدا را بر خویش به یاد دارید هنگامی که مردم خواستند تا بر شما دست درازی کنند، ولی خداوند دست ایشان را از شما باز داشت. از خدا بترسید و باید مسلمانان بر خداوند توکل ورزند. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. بیگمان خداوند از
از بنی اسرائیل عهد گرفت و از ایشان 12 وکیل برگزیدیم و خداوند گفت من با شمایم اگر نماز را برپا دارید، زکات بپردازید، به پیامبرانم ایمان آورید، ایشان را یاری نمایید و به خدا قرض حسنه بدهید، بدون شک من از شما گناهان شما را می‌زدایم و شما را به باغ‌های داخل می‌گردانم که در زیر درختان آن جویبارها جاری است. اما اگر کسی از شما بعد از این کافر شد، پس به راستی که راه راست را گم کرده است. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. به سبب پیمان شکنیشان بر ایشان لعنت کردیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم. ایشان کلمه ها را از جاهای درست آنها تحریف کرده و بهره‌مندی از آنچه را به ایشان گوش زد شده بود فراموش کردند و تو همیشه بر خیانت تازه از ایشان آگاه می‌شوی، مگر عده از ایشان که خیانت نمی کنند. پس ایشان را عفو کن و از اعمال ناشایسته ایشان درگذر، حقا که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. و از کسانی که خود را نصارا می‌خوانند پیمانشان را گرفتیم، اما ایشان بهره‌مندی از آنچه را به ایشان گوش زد شده بود فراموش کردند. سپس در میانشان تا روز قیامت دشمنی و بغض را برانگیختیم و به زودی خداوند ایشان را از نتیجه آنچه می‌کردند آگاه می‌سازد. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ای اهل کتاب، بدون شک به شما پیامبر ما آمده است و شما بسیار چیزهایی را که از کتاب پنهان می کردید بیان می کند و از بسا تأثیرات شما در می گذرد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. برای شما بیگمان از نزد خداوند نور و کتاب واضح آمده است. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. به وسیله آن کتاب خداوند همه کسانی را که در جستجوی رضای اویند به راه‌های آرامش و سلامتی هدایت می کند و ایشان را به اراده خود از تاریکی ها به سوی روشنی بیرون می آورد و به راه راست هدایتشان می کند. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء
والله على كل شيء قدیر. واقعا کافر شدند کسانی که گفتند خداوند همانا عیسی پسر مریم است. بگو اگر خدا بخواهد عیسی پسر مریم و مادرش و هر آنچه را در روی زمین است همه را هلاک کند، پس چه کسی میتواند کوچکترین مانعی را در برابر خدا به میان آورد؟ پادشاهی آسمان ها و زمین و هر آنچه در میان آنهاست از آن خداست. خداوند هر آنچه را بخواهد میآفریند و خداوند بر هر چیز تواناست. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. یهود و نصارا گفتند ما پسران خدا و دوستان او میباشیم. بگو پس چرا خداوند شما را در برابر گناهان شما عذاب می کند؟ بلکه شما انسانی هستید از آنچه خداوند آفریده است. هر کی را بخواهد میامرزد و هر کی را بخواهد عذاب می کند. پادشاهی آسمان ها زمین و هر آنچه در میان آنها است از آن خداست و به سوی اوست بازگشت. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدیر. ای اهل کتاب، پیامبر ما به سوی شما آمد تا در هنگام فترت پیامبران حقایق را بیان کند، تا نگویید برای ما مژده دهنده و بیم دهنده نیامده است. بنابراین اینک برای شما واقعا مژده دهنده و بیم دهنده آمد و خداوند بر همه چیز تواناست. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. و بیاد آرید وقتی را که موسی و قوم خیش گفت ای قوم من، نعمت خدا را بر خود به یاد آورید، چون در میان شما پیامبرانی گماشت و هر کدام شما را پادشاه یعنی صاحب اختیار گردانید و برای شما چیزهایی را داد که بر هیچ کسی دیگر از جهانیان نداده بود. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ای قوم من، به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما اختصاص داده است داخل شوید و به عقب خویش باز مگردید که زیانمند میشید. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. گفتند ای موسی، در آن سرزمین مردم بسیار سرکشند و ما هرگز در آن داخل نمی شویم تا ایشان از آن بیرون آیند. اگر ایشان از آنجا بیرون شوند بیگمان ما داخل شونده ایم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. در این
دو نفر از کسانی که از خدا ترسیدند و خداوند بر ایشان نعمت خود را ارزانی کرده بود گفتند بر ایشان از دروازه شهر داخل شوید و چون به آن داخل شدید یقینا شما پیروز هستید. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. و بر خدا توکل ورزید اگر ایمان دارید. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. گفتند ای موسی مادامی که آنها در آنجا باشند ما هرگز در آنجا داخل نمی شویم. برو تو و پروردگارت بجنگی، ما در اینجا نشسته ایم انتظار می کشیم. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. موسی گفت ای پروردگار من تنها اختیار خود و برادر خود را دارم، پس تو میان من و این مردم عصیانگر جدایی بیفکن. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. خداوند گفت پس آن سرزمین تا 40 سال بر ایشان حرام کرده شده است که در روی زمین سرگردان می شوند، پس تو بر این مردم سرکش اندوهگین مباش. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. به ایشان داستان دو پسر آدم را به حق بخوان. هنگامی که هر یک از این دو تن قربانی را به خداوند تقدیم کردند، پس قربانی یکی از ایشان پذیرفته شد و از آن دیگر پذیرفته نشد. دومی گفت براستی تو را میکشم و ای گفت بیشک خداوند قربانی را از پرهیزگاران میپذیرد. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمین. اگر تو برای کشتن من دست خود را دراز کنی، من دست خود را به سوی تو برای کشتن دراز نمی کنم. به تحقیق که من از خداوند پروردگار عالمیان می ترسم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. من می خواهم تا تو هم گناه مرا و هم گناه خود را به دوش خود بکشی و به این ترتیب از اهل آتش گردی و این از جزای ستمگاران. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. نفس خودخواه او وی را به قتل برادرش رامساند، پس او را کشت و به این ترتیب از زیانکاران گردید. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
پس خداوند زاغی را فرستاد که زمین را میکاوید تا به او نشان بدهد که چطور جسد برادرش را بپوشاند. گفت وای بر من، آیا از این عاجز شدم که به مثل این زاغ باشم تا جسد برادر خدا بپوشانم؟ و بدین ترتیب پشیمان شد. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. از همین سبب ما به بنی اسرائیل حکم کردیم که اگر کسی شخصی را که مرتکب قتل نشده و در روی زمین فساد انگیزی نکرده باشد بکشد، گویا همه مردم را کشته است، و اگر کسی سبب زندگی دیگری شده باشد گویا که همه مردم را زنده گردانیده است. به تحقیق که پیامبران ما با نشانه‌های روشنی به سوی ایشان آمدند، اما بعد از آن هم بسیاری از بنی اسرائیل به اسراف در روی زمین دوام دادند. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بیگمان جزای کسانی که با خداوند و رسول او به جنگ برمیخیزند و به فسادکاری در زمین سعی میورزند این است که کشته شوند یا به دار زده شوند یا دستها و پاهایشان از طرف مخالف بریده شود یا از زمین دور ساخته شوند. این برایشان رسوایی است در دنیا و در آخرت برایشان عذاب بزرگی است. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. مگر کسانی که پیش از دست یافتن شما بر ایشان توبه نمایند، پس بدانید که بیگمان خداوند آمرزگار و مهربان است. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ای مؤمنان، از خدا بترسید و وسیله تقرب را به وی بجویید و در راه او جهاد کنید تا باشد که رستگار شد. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. بیگمان کافران اگرچه واقعا همه وسایلی که در روی زمین وجود دارد و حتی دوچند آن به دسترسشان قرار داده شود تا آن را برای نجات از عذاب روز قیامت فدیه بدهند، هرگز از ایشان پذیرفته نمی شود و برای ایشان عذابی دردناکی است. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. میخواهند تا از آتش دوزخ بیرون شوند ولی هرگز از آنجا بیرون شدنی نیستند و برای ایشان عذاب است همیشگی. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله
والله عزیز حکیم. دزد چی مرد باشد و چی زن دستهای ایشان را ببرید به جزای عملی که آن را مرتکب شدند و این سرزنش است از جانب خدا و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحیم. پس اگر کسی بعد از ستمی که کرده است توبه کند و خود را اصلاح نماید، پس حقا که خداوند توبهش را میپذیرد. دون شک خداوند آمرزگار و مهربان است. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آیا نمیدانی که پادشاهی آسمانها و زمین از آن خداست؟ هر که را بخواهد عذاب می کند و هر که را بخواهد می آمرزد و خداوند بر همه چیزها تواناست. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ای پیامبر، آنانی که به سوی کفر می شتابند نباید تو را اندوهگین سازند. از کسانی که به زبان خود گفتند ایمان داریم ولی دلهایشان ایمان نیاورده است و از یهودیان که به هر دروغی گوش فرا می دهند به مردم دیگری که پیش تو نیامده اند گوش می نهند. کلمات را بعد از آن که در جای اصلیش قرار یافته است تغییر می دهند. می گویند اگر برای شما این حکم داده شد، یعنی طبق نظر شما حکم صادر گردید، آن را بپذیرید و اگر این حکم طبق نظر شما داده نشد از قبول آن اجتناب ورزید. و چون خدا اراده گمراهی کسی را بنماید برای او از جانب خدا هیچ چیزی کردن نمی توانی. آنهایند که خداوند نخواسته است تا دلهایشان را پاک گرداند، برای ایشان در دنیا رسوایی است و برایشان در آخرت عذابی است بزرگ. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. به هر دروغی گوش فرا می دهند، هر حرامی را می خورند. پس اگر نزد تو بیایند در بینشان فیصله کن یا از ایشان اعراض نما و اگر از ایشان اعراض کنی هیچ ضرری به تو رسانیدن نمی توانند و اگر فیصله کردی با انصاف در میانشان فیصله کن. حقا که خداوند مردم منصف را دوست دارد. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم
چگونه تو را حکم می سازند در حالی که تورات به دسترسشان است و در آن حکم خداست؟ بعد از آن نیز اعراض می کنند و آنها واقعا مؤمن نیستند. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. به تحقیق تورات را فرستادیم و در آن هدایت و روشنی است. پیامبران بنی اسرائیل که به فرمان خدا تسلیم بودند به آن برای یهود حکم می کردند و علمای ربانی و دانشمندان یهود نیز به سبب اینکه به کار حفاظت کتاب خدا گماشته شده بودند و بر آن گواه بودند بنابراین از مردم مترسید بلکه از من بترسید و آیات مرا در برابر بهای ناچیز نفروشید. کسانی که مطابق به آنچه خدا فرو فرستاده حکم نکنند هم ایشانند کافر. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. و بر ایشان در آن کتاب حکم کردیم یک تن به عوض یک تن و چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و زخمها در برابر یکدیگر قصاص می شود. پس اگر کسی از قصاص درگذرد این عفو کفاره گناهان وی می شود و کسانی که مطابق به آنچه خداوند فرو فرستاده حکم نکنند هم ایشانند ستمگر. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. و به تعقیبشان عیسی پسر مریم را به حیث تصدیق کننده آنچه پیش از او از تورات آمده بود فرستادیم. برای او انجیل را دادیم که در آن هدایت و روشنایی بود و آنچه را پیش از آن از تورات نازل شده بود تصدیق می کرد و هدایت و پندی بود برای پرهیزگاران. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. اهل انجیل باید به چیزی حکم کنند که خداوند در انجیل فرو فرستاده است. کسی که به آنچه خداوند فرو فرستاده است حکم نکند هم ایشانند فاسق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. و به تو کتاب را به حق فرستادیم در حالی که آنچه را پیش از آن از کتاب نازل شده بود تصدیق می کند و بر آن نگهبان می باشد. پس میان ایشان به آنچه خدا فرستاده است حکم کن و به عوض احکام راستینی که به تو آمده است از هوای نفسشان پیروی مکن. به هر گروهی از شما شریعتی و راهی مقرر کردیم. اگر خداوند اراده می کرد شما را امت واحد می گردانید، ولی خواست او این است تا شما را در چیزی که به شما داده است آزمایش کند. پس به نیکویی ها شتاب کنید. بازگشت همه شما به سوی خداست. سپس از آنچه در آن اختلاف می کردید شما را آگاه می سازد. و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. و گفتیم در بینشان طبق آنچه خداوند فرو فرستاده است حکم کن و از هوای نفس ایشان پیروی مکن و از ایشان در حذر باش. مبادا تو را فریب داده و از بعضی تعالیمی که خداوند به سوی تو فرستاده باز دارند و اگر ایشان رو برگردانند پس متیقن باش که خداوند میخواهد تا ایشان را در برابر بعضی از گناهانشان مجازات کند و راستی که بسیاری از مردم فاسق است. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. پس آیا حکم دوره جاهلیت را میخواهند؟ برای مردم با ایمان چه کسی میتواند از خداوند حکم بهتری صادر کند؟ اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ای مؤمنان، یهود و نصارا را دوست مگیرید، یعنی تکیهگاه خود قرار ندهید. بعضشان دوست یعنی تکیهگاه بعضی دیگر و کسی از شما که به دوستی به آنها رو می آورد بیگمان وی از آنهاست. بیشک خداوند مردم ستمگار را رهیاب نمی سازد. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على في أنفسهم نادمين. آنهایی را که در دلهایشان بیماری است میبینی که به سوی یهود و نصارا میشتابند، میگویند میترسیم مبادا مصیبتی به ما برسد.
پس به زودی خداوند برای مسلمانان پیروزی میسر میگرداند یا گشایشی از نزد خود فراهم میسازد. در آن وقت است که منافقان از آنچه در دل پنهان کردند پشیمان میشوند. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. مؤمنان میگویند آیا اینها همان کسانی اند که با تأکید به نام خدا سوگند یاد میکردند که واقعا آنها با شمایند؟ اعمالشان هبطه شد و زیانکار شدند. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ای مؤمنان، اگر کسی از شما از دین خود برگردد به زودی خداوند مردمی را خواهد آورد که ایشان را خداوند دوست می‌دارد و ایشان نیز خدا را دوست می‌دارند. مردمی با مؤمنان فروتن بر کفار سختگیر در راه خدا جهاد می‌کنند و هرگز از ملامتگران نمی‌ترسند. این فضل خداوند است، آن را به هر که بخواهد ارزانی می‌نماید و خداوند گشایشگری داناست. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بیگمان دوست واقعی شما خدا، پیامبری و مؤمنانند، آنهایی که نماز را به تمام و کمال ادا می کنند، زکات می دهند و در پرستش خدا فروتن می باشند. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. و کسی که خدا، پیامبری و مؤمنان را دوست بگیرد، بیگمان حزب خدا همانهایند غالب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ای مؤمنان، از اهل کتاب پیشین و کافران کسانی را که دین شما را به مسخره میگیرند و آن را ملعبه قرار میدهند دوست نگیرید و از خدا بترسید اگر واقعا مؤمن هستید. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. و هنگامی که مسلمانان را به نماز فرا میخوانید یعنی آذان میدهید، این نامسلمانان آن را به تمسخر و بازی میگیرند. این از سببی است که ایشان قومی نافهم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل إلا
این سبب که ما به خدا و آنچه به ما نازل شده است و آنچه پیش از ما نازل شده است ایمان داریم و حال این که اکثر شما فاسق است. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بگو آیا شما را به چیز بدتری از این از نظر مجازات شدن در نزد خدا آگاه سازم؟ کسانی که خداوند ایشان را لعنت کرده و بر ایشان خشمگین شده و از ایشان مسخر شدگانی به شکل بوزینگان و خوکها ساخته و شیطان را پرستش کرده اند، اینها از نظر مرتبه بدترند و از راه راست گمراهتر. و اذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون. و چون نزد شما آیند میگویند ایمان آوردیم، در حالی که ایشان واقعا با کفر در آمدند و هم ایشان واقعا با کفر برآمدند و به آنچه پنهان داشتند خداوند داناتر است. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. بسیاری از ایشان را میبینی که در گناه، تجاوز و حرامخواری شتاب میورزند. واقعا بد است آنچه ایشان مرتکب میشدند. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. چرا علمای ربانی و دانشمندان یهود ایشان را از گفته های گناه اندود و حرام خواریشان منع نمی کنند؟ واقعا بد است اعمالی که ایشان انجام می دهند. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. یهود گفتند ید خدا بسته است، دستهایشان بسته باد. به سبب این گفتارشان لعنت شده است بر ایشان. نخیر، بلکه هر دو ید خداوند گشاده است، هر گونه که بخواهد خرج می کند و کتابی که به تو از جانب پروردگار تو نازل شده یعنی قرآن مجید بر سرکشی و کفر بسیاری از ایشان می افزاید و ما در میانشان تا روز قیامت دشمنی و کینه توزی افکندیم. هر باری که آتش جنگ را می افروزند خداوند آن را خاموش می سازد و همواره بر روی زمین سعی و فساد می نمایند و خداوند مفسدان را دوست نمی دارد. ولو أن أهل الكتاب
پرهیزگاری می کردند ما واقعا از ایشان گناهانشان را می زدودیم و ایشان را در باغ‌های پر نعمت بهشت راه می دادیم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير اگر ایشان تورات، انجیل و آنچه با ایشان از جانب پروردگارشان فرستاده شده بود برپا می داشتند، بیگمان از آسمان و زمین روزی می خوردند. گروهی از ایشان میان روند، اما اعمال بسیاری از ایشان ناشایسته است. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ای پیامبر، پیامی را که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است برسان و اگر چنین نکنی رسالت او را انجام ندادی و خداوند تو را از شر مردم فساد پیشه نگه می دارد. حقا که خداوند گروه کافر را هدایت نمی کند. قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. بگو ای اهل کتاب، شما به چیزی نیستید که بر آن استناد ورزید تا راهنمودهای تورات، انجیل و آنچه را از طرف پروردگار شما برای شما فرو فرستاده شده است عملی سازید و به یقین آنچه به تو از جانب پروردگارت نازل شده است به سرکشی و کفر بسیاری از ایشان می افزاید. بنابراین بر رویه مردم کافر غمگین مباش. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنانی که به قرآن ایمان دارند و آنانی که یهودی شده و سابی ها و نصارا، هر کسی که به خداوند و روز قیامت ایمان آرد و کاری نیک کند پس بر ایشان نه ترسی است و نه هم ایشان اندوهگین می شوند. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. بیگمان ما از فرزندان اسرائیل پیمان استواری گرفتیم و به سوی ایشان پیامبرانی فرستادیم. هر باری که به ایشان پیامبری چیزی را می آورد که مطابق به هوای نفسشان نمی بود، عده‌ای از این پیامبران را تکذیب کردند و عده‌ای از ایشان را به قتل می رساندند. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون.
ایشان پنداشتند که آزمایش یعنی عذابی نخواهد بود، بنابراین کور و کر شدند. سپس خداوند توبه ایشان را پذیرفت، ولی باز هم اکثر ایشان کور و کر شدند. به آنچه ایشان میکنند خداوند بیناست. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بیگمان کسانی که گفتند واقعا خداوند همان عیسی پسر مریم است کافر شدند، در حالی که عیسی خود گفت ای بنی اسرائیل خداوند را که پروردگار من و شما است بپرستید. واقعیت این است هر کسی که به خدا شریک بیاورد بیگمان خداوند بر او بهشت را حرام کرده است و جایش دوزخ است و برای ستمگاران یاری دهنده ای نیست. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. بیگمان کسانی که گفتند به یقین خداوند سومی یعنی خدایان سگانه است کافر شدند، در حالی که جز خداوند یگانه هیچ معبودی نیست. و اگر ایشان از این چیزی که میگویند خودداری نکنند بدون شک به کسانی که از آنها کافر گردیدند عذاب دردناک میرسد. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. آیا به خداوند رجوع نمی کنند و از او آمرزش نمی طلبند و خداوند آمرزنده و مهربان است. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسیح پسر مریم نیست مگر پیامبری، بدون شک بسا پیامبران پیش از او گذشته است. مادر او زنی صدیقه بود، هر دویشان طعام می‌خوردند. ببین که چطور برای ایشان آیات خود را بیان می‌کنم و باز ببین که آنها چگونه از حق باز داشته می‌شوند. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. بگو آیا شما به جز خدا چیزی را پرستش می کنید که قدرت آن را ندارد تا به شما زیانی یا سودی برساند و خداوند هم اوست شنوا و دانا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بگو ای اهل
کتاب در دین خود به ناحق غلو یعنی افراط مکنید و از هوای نفس مردمی که در گذشته به خطا رفته‌اند و بسا مردمی را گمراه ساختند و خودشان نیز از راه راست انحراف ورزیدند پیروی مکنید. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. به آن گروهی از بنی